سلام بچه ها، امیدوارم که هر جا هستین تو خوب باشه. من کیدرشم و امروز اومدیم توی UFC 4 کریر خودمون رو بسازیم. بچه ها میخوایم امروز توی UFC شخصیت و اون مبارز خودمون رو که مورد علاقه خودمون هست بسازیم. بچه ها وقتی میریم توی UFC 4 این پایین هست، پایین کریر رو میزنیم. نه بچه ها، این گزینه رو میایم پایین و Create Fighter رو میزنیم و این گزینه رو میزنیم و اینجا بله بچه ها، گزینه اول Fighter Type. بچه ها اینجا الان اون رشته‌ای که مبارزمون رفته الان کیک بوکسینگه و اسنایپره. باید به ستاره های پایینش هم بچه ها دقت کنیم که کدوم ستاره بیشتری داره. الان بوکسر ستارهاش خوبه و این هم ستارهاش خوب بود و بقیهشون هم همینجور. بچه ها این میشه کشتی و این یکی هم میشه این کشتی میشه، اینم بوکس، اینم میشه کیک بوکسینگ، اینم میشه بالانست، اینم بچه آخرین میشه اینم میشه جوجیتسو فکر کنم. و بچه ها ما هدفمون اینه که بیشترین ستاره ها رو بزنیم. حالا بوکسر میخوایم بزنیم، هر جور که دوست دارید به سلیقه خودتونه. الان این ستارهش از همه بیشتره و ما همینو میزنیم و میایم پایین این گزینه رو میزنیم و بله اینجا گزینه اول مرد و زن داره. ما خب به حالا هر خودتون به سلیقه خودتون دوست دارین زن باشه زن رو میزنیم، مرد دوست دارین مرد باشه مرد رو میزنیم، حالا فرقی نداره. و پایینی بچه ها وزنه، دوست دارید وزن پایین باشید، این وزن متوسطه، دوست دارید وزن پایین باشید همون وزن نگه دارید، حالا یه خورده ببرینش بالا. اگه دوست دارید وزن بالا باشید آخری رو میزنید. و بچه ها وقتی وزنتون هم ببرید بالا میشه قدش رو بلند کرد، ولی وزن پایین مسلما قدش همون یه ذره میشه بالا، وزن قدش رو بالا برد. و بچه ها این گزینه پایینش فرست نیمه، اسم بازیکنتون. حالا ما میزنیم الان میزنیم کیدرش. و لاست نیم بچه ها، لاست نیم نمیشه بسازیم، این فیفا و اف سی نیست و خودمون باید یه لاست نیم رو انتخاب کنیم. حالا لاست نیم بین اون بازیکنایی که بوده. و نیکنیم بچه ها، نیکنیم که گفتم لقبه بچه ها، مثلا بیگ میخوایم بزنیم، بیگ ددی میخوایم بزنیم، حالا هر بلاد میخوایم بزنیم، حالا ما بلاد رو میزنیم، خون میخوایم دکینگ رو بزنید، هر جور دوست دارید. و بچه ها این گزینه پایین وقتی فایترتون وارد زمین بشه این اسمتون میاد و به نظرم اسم کاملتون رو بنویسین اینجا. اگه اسم کاملتون رو بنویسین که چه بهتر، اگه نه که همون فرست نیمتون رو بزنید. میخوایم بنویسیم مثلا امیرعلی، اینجور چیزا. اینجا اسم کاملتون رو مینویسیم، اینم دلخواه خودتونه. و شهر پایینی هوم تاونه بچه ها، اون شهری که شما به دنیا اومدی. الان لاس وگاس آمریکا و ما میزنیم الان نیویورک آمریکا اینجا نوشته. و سن بچه ها، سن اینم به دلخواه خودتون. حالا ما میذاریم 18 و این گزینم ببریم سمت راست. و بله بچه ها گزینه پایینم گاردتونه، میخواین گاردتون چه شکلی باشه. این گارد رو میخواین داشته باشین، اینو
اینم به دلخواه خودتونه. حالا ما الان اینو میزنیم. و گزینه آخر موسیقیه. حالا هر موسیقی که دوست داشته باشید میتونید انتخاب. سلام، من اومدم. منظور از آهنگ این بود که وقتی فایترتون وارد زمین میشه چه آهنگی رو پخش کنن و لایک و فالو هم یادت نره. فعلا خدافظ. انتخاب کنید. میخواید برین پایین تر هم حالا پایینی ها رو با مثلث گوش بدین، یکی به یکی گوش بدین، اونی که بیشتر مورد علاقتون هست رو گوش بدین و هر اونی که انتخاب کردین رو زب در بزنین و بیاین بیرون. وقتی اینا رو که ساختیم دایره میزنیم میایم بیرون. اگه نگاه کنید همش هم سر جاش هست. میایم گزینه پایین. اینجا بچه ها در مورد اینو با این کاری نداریم. اینجا در مورد فیس و بدن، بادیشونه، بدن، فیس، حالا مدل مو، هیرو. الان ما هیرو زدیم و مدل موامون مثلا میخوایم این باشه. و وقتی R2 رو با R2 رو بزنید میره جلو و میره برای ابرو، دوباره بزنید میره برای ریش. حالا ما ریش رو میخوایم مثلا چجوری، ریشمون مثلا اینقدر باشه. بادی بچه ها، بادی رو دوست دارید بادیتون مو داشته باشه، بدنتون مو داشته باشه اگه دوست دارید همون گزینه اول. و هیر کالر، دوست دارید رنگ موتون چی باشه. حالا ما اینو میزنیم برای مثال و وقتی R2 رو بزنید رنگ موی ریشتون هم میاره، نه رنگ موی ابروتون. این هم رنگ موی ریشه، این هم که رنگ موی بدنه. حالا میریم واسه هد. بچه اینجا کاری نداریم، ولی اگه R1 رو بزنید میره واسه شخصی سازی. حالا خودتون به دلخواه خودتون اینا رو درست کنید. الان آیز میشه و لوب. گوش بچه ها، گوش اگه دوست دارید شکسته باشه گوشتون اینو تا آخر ببرید که گوشتون مثلا شکسته باشه. اینو میزنیم 50%. این سایز گوشه، اشتباهی گفتم. و این شکستگی، درصد شکستگیشتونه و هر چقدر ببرید بالا گوشتون دقت کرده باشید شکسته میشه. الان مثلا این گوشمون اگه دقت کرده باشید شکست. دوست دارین گوشتون شکسته باشه اینو میزنین، دوست نداریدم نزنید. این پایینیه رو اگه دوست دارید گوشتون شکسته باشه ببینید 100% یا حداقل 60 یا 50%. اگه دوست ندارید بذارینش همون 0. و میریم روی دماغ و جلوتر بریم در مورد زاویه فک و این چیزا صحبت میکنن که به نظرم بذارین رو 50% همشون بهتره. و میریم واسه چشم. بچه اینجا رنگ چشم، حالا هر کی به دلخواه خودش میزنه الکی. و بادی بچه ها، الان میخوایم ببینیم اول رنگ. وقتی R1 رو بزنید میرین واسه رنگ پوست و ما همینو میزنیم. و بادی بچه ها اینجا یکی یکی، اینم به دلخواه خودتونه. دوست دارین بادیتون به چه شکلی باشه. اگه و پایین دیگه چاق میشن، دیگه میشن وزن بالا. حالا اینا هم به دلخواه خودتون هر جوری که دوست دارید. ما الان برای مثال همینو میزنیم. و پایینی گزینه پایین تتو بچه ها، اگه دوست دارید تتو بزنید الان نمیشه هد. اون بالا بچه ها میتونید بخونید، الان نمیشه هد و بادی. اینجا میتونید تتو روی بادیتون بزنید. حالا میتونید پشت هم بزنید. الان ما پشت میزنیم یه دونه. اینجا میریم بچه ها تنوع تتوهاشون خیلی زیاده، دقت کرده باشید. تتوهاشون تا صبح ادامه داره و میتونید بزنید. حالا ما یه ببری میزنیم پشتمون. و بچه ها میتونید با اینا خودتون
تنظیمش کنید و ضربه رو بزنید و سمت راست که برید لفت آمر دست چپ و دست راست، پای چپ، پای راست و وقتی اینا رو کامل کنید دایره رو میزنیم و میایم روی لباس، روی کلوت و اینم به دلخواه خودتونه. دوستان شلوار بپوشید، شورت اینا بوکسرن، بوکسینگ، یو اف سی من میخوایم الان یو اف سی بزنیم اینجوری. و دستکش بچه ها، دستکش هم ما یو اف سی میزنیم و لسته بندتون بچه ها دوست داریم به چه شکلی باشه، حالا آمریکا میخواید بزنید یا خود یو اف سی یا دندونا اینجوری، اینم به دلخواه خودتونه. و گزینه‌های بالا بچه ها چون نداریم نمیشه زد، اینا هم اگه دوست دارید میتونید بزنید، این بالا هم اگه دوست داشتید، این که نداریم. و بله بچه ها وقتی این هم زدید میایم گزینه پایین، یعنی خوشحالیا و حالا کری خوندن قبل بازی اینا، حالا ما اینا رو همش میزنیم و بریم سمت بعدم. اینا هم وقتی اینا هم خوشحالیای بعد بردتونه. و گزینه آخر بچه‌ها اینا خوشحالیایی که وسط زمین میشه انجام داد، یعنی هنگام مسابقه با اون طرف میتونید اینا رو انجام بدید. و بچه‌ها اینجا اگه دقت کرده باشی الان دسته PS4 وقتی سمت چپی ها رو میاریم این گزینه پایین رو میزنیم با دکمه پایینی رو بزنید میشه این خوشحالی رو انجام میده. اینم به دلخواه خودتونه، حالا میتونید بریم بگردیم و ضربه رو بزنیم، مثلا دوست دارید با کدوم چیزا بزنید اینجوری. و وقتی این همه اینا رو تموم کردیم به دلخواه میایم گزینه آخر سیو و بیرون رفتن میزنیم، سیوش میکنیم و میایم بیرون. و بله بچه ها الان شخصیت ما ساخته شد. و بچه ها اگر دوست دارید که این شخصیتمون داستانی شه این گزینه رو میزنید و حالا اون کریری که ساختین رو انتخاب میکنید و عین فیفا است دیگه بچه ها، اون کریرتون داستانی میشه و میتونید باش بازی کنید. حالا میتونید خیلی کمربندا به دست بیارید. بچه ها اگه دوست دارین پارت 2 و همین کریر رو داستانی کنیم بریم توی این گزینه، حتما توی کامنت ها بنویسین که پارت 2 UFC رو بذار که من بیام توی کریر و اونو داستانی کنم، حالا براتون توضیح میدم توی اون. و الان میخوایم بریم فایت کنیم حالا با کسی. بله بچه الان اینجا وقتی R1 رو بزنید دوباره یه دونه دیگه R1 رو بزنید میبینید که شخصیتمون اومده کیدرش و حتی میتونیم توی وزن پایین ها یعنی با خبیب هم میتونیم مبارزه کنیم. حالا وقتی با خبیب هم میشه مبارزه کرد. و بله بچه وقتی میایم توی اینجا و اینو ساختیم حالا با یه کسی که دوست داریم مبارزه کنه ضربه رو میزنیم و میریم توی بازی که باهاش مبارزه کنیم. بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه دوست دارید پارت دوم UFC رو بذارم حتما توی کامنت ها بگیم. فقط یه نکته قبلش بگم بچه ها این فایت ناو اگه L3 رو بزنید اینجا راند ها این چمپیونشیپ رو بزنید بازی میره روی کمربند، یعنی سر کمربند میشه. الان اون پایین نمیشه چمپیونشیپ اگه برید توی بازی و ببرید بهتون کمربند میده، همین تنظیماتی که من گفتم.
و داشتم میگفتم بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه خوشتون اومد از این ویدیو منو فالو کنید و لایک کنید، با لایکاتون بهم انرژی میدید و باعث میشه که ویدیوهای بیشتری رو براتون بذارم و ویدیوهای بیشترم بچه ها توی کانال هست، میتونید بیاید نگاه کنید. در مورد حالا FC یا فیفا هر سالی داشتید توی کامنت ها بنویسید و بگین که پارت دوم UFC رو اگه دوست دارید بذارم بذارید. و مرسی تا اینجا.